10,000 سال بعد سیاره زمین چه شکلی خواهد بود؟ آیا بیشتر سطحش پوشیده از آتشفشان بود یا اینکه در یخها منجمد بود؟ فرض کنیم به 1,000,000 سال بعد سفر کنیم. آیا تمام اقیانوس‌ها تبخیر می‌شدند یا همه جا را برمی‌داشت؟ و یه سوال دیگه، آیا اصلا اون موقع انسانی باقی میموند یا که به بخشای دیگه از جهان سفر می‌کردند؟ احتمال این که وقتی 1,000,000 سال بعد به جلو سفر کنید و یه انسان بهتون سلام کنه خیلی کمه، چرا که اگه بخوایم 1,000,000 سال دیگه زنده بمونیم باید مشکلات زیادی که نمیدونیم رو سالم بگذرونیم، مثل کرونا یا مثلا اینکه چجوری در برابر تغییرات اقلیمی افزایش بیش از حد جمعیت یا جنگ‌های هسته‌ای و شهاب‌سنگ‌ها و اصلا یخبندان و داغ شدن بیش از حد خورشید و کلی مشکل دیگه هستن که باید شکستشون بدیم و ازشون زنده بیرون بیایم. خب بیایم نگاهی بیاندازیم به آینده که قراره با یه مشکل بزرگ یعنی باگ 10,000 مواجه شیم. تو سال 10,000 میلادی نرم افزاری که سال تقویمی میلادی رو کدگذاری میکرد تاریخایی که بیش از 4 رقم اشعار داشتن رو کدگذاری نمیکرد. از جنبه مثبت تو 10,000 سال آینده تفاوت‌ها و ویژگی‌های ژنتیکی بین انسان‌ها دیگه منطقه‌ای نیست. ویژگی‌هایی مثل رنگ پوست و مو به طور مساوی تو سراسر جهان پخش میشه تا به ما کمک کنه با هم کنار بیایم. 20,000 سال بعد چی؟ هیچ یک از زبان‌های فعلی قابل تشخیص نخواهند بود. زبان‌های آینده تنها 1% از کلمات و واژگان اصلی امروزی رو میسازند. در 50,000 سال بعد چی؟ اون موقع قراره یه دوره از یخبندان جدید برای زمین رقم بخوره. جالب اینجاست که اون موقع یه روز کامل روی زمین 1 ثانیه افزایش پیدا میکنه. و 250,000 سال بعد چی؟ آتشفشان لیهی از آب بیرون میاد و چند تا جزیره جدید تو هوایی تشکیل میشه و 50,000 سال دیگه یه شهاب سنگ با قطر بیش از 1 کیلومتر به زمین جلوگیری کنیم. احتمال برخوردش وجود داره و اون موقع شهاب سنگ باعث آتش سوزی در سراسر سیاره میشه و اگه این کافی نیست 1,000,000 سال بعد احتمالاً فوران یه ابر آتشفشان دیگه به اندازه بزرگ خواهد بود که 320 کیلومتر مکعب خاکسترها رو به بیرون پرت میکنه. این آتشفشان گدازه کافی برای پر کردن 75% از گرند کنین تولید میکنه. تقریبا مشابه فوران آتشفشان توبا خواهد بود که تقریبا 70,000 سال پیش بشریت رو از بین برد و یه ستاره نزدیک که اسمش یادم نیست قراره منفجر بشه و حتی تو روز از زمین قابل مشاهده خواهد بود. 2,000,000 سال بعد چی؟ بشریت در سراسر منظومه شمسی سکونتگاه‌هایی خواهد داشت. این یعنی اگه سیارات مختلف از هم جدا بشن ممکنه انسان‌ها به گونه‌های دیگه‌ای تبدیل بشن که با دنیای جدیدشون سازگار شدن و 10,000,000 سال بعد بخش عظیمی از شرق آفریقا جدا خواهد شد و یه قاره جدید تشکیل خواهد داد. 50,000,000 سال دیگه آفریقا با اروسیا برخورد خواهد کرد و دریای مدیترانه بسته خواهد شد و رشته کوه جدیدی بین اونا شکل میگیره و این رشته کوه حتی شاید از اورست هم بلندتر بشه. تو فضا هم مریخ با قمر خودش برخورد خواهد کرد و در نتیجه سیستم حلقه‌ای مثل زحل در اطرافش ایجاد میشه. بریم برای 60,000,000 سال دیگه. رشته کوه‌های راکی کانادا و آمریکا به طور کامل فرسایش خواهد کرد و 100,000,000 سال بعد چی؟
اولش که سیاره‌های هوایی کامل زیر آب میرن و سیاره‌ای که مشابه آنچه دایناسورها رو منقرض کرد احتمالاً به زمین برخورد خواهد کرد و بعدش تمام قاره‌های زمین به هم وصل خواهد شد و تقریباً 500 سال دیگه دوباره تمام این قاره‌ها از هم جدا خواهند شد. و 50 میلیون سال بعد احتمالاً یه انفجار پرتوی گاما در فاصله 6500 سال نوری از زمین رو خواهد داد و اگه این سیارک به زمین برخورد کنه میتونه به لایه اوزون آسیب برسونه و باعث انقراض دست جمعی بشه و ما اونقدر از زمین دور خواهد شد که دیگه امکان خورشید گرفتگی وجود نخواهد داشت و با افزایش تابش نور خورشید دمای زمین اینقدر بالا میره که میتونه حرکت صفحات رو متوقف کنه و سپس سطح دی اکسید کربن به طرز چشمگیری کاهش خواهد یافت و فتوسنتز دیگه امکان پذیر نیست. حیات گیاهان از بین خواهد رفت و در نهایت شدت گرمای خورشید 10% افزایش خواهد یافت و میانگین دمای زمین 47 درجه خواهد بود. جو ما مثل یک گلخانه مرطوب خواهد بود و اقیانوس‌های ما تبخیر خواهند شد و توده‌های عذاب تنها در هر یک از قطب‌ها باقی خواهد ماند. و خب وقتی با ماشین زمان به اینجا سفر کنید، البته اگه با آدم فضایی ها مواجه نشین، از نظر ذهنی آماده باشین تا سیاره زمینی را که هیچ شباهتی به آنچه به یاد دارید ندارد رو بپذیرید. نسل بشر منقرض خواهد شد و البته شاید به احتمال بسیار کم انسانهایی بتونن در سیاره دیگه‌ای زندگی کنن. از گرمای شدید تا کمبود آب و هوای غیر قابل تنفس همه سیاره زمین رو به یه جهنم تبدیل میکنن. خب دوستان، ممنون از این که تا آخر ویدیو همراه ما بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد چنل رو سابسکرایب کنین و نظرتون رو تو کامنت ها به همون بگین و به هیچ عنوان ویدیوهای دیگه‌مون رو از دست ندین.